سلام. من تصمیم گرفتم که ویدیو درست کنم. یعنی تصمیم نگرفتم. امروز صبح پا شدم و اینجوری بودم که خیلی انگار دوست دارم یه ویدیویی درست بکنم، حرف بزنم، چون من خیلی حرف نمیزنم. نه اینکه دوست دارم که حرف نزنم، موضوع اینه که خیلی کسی رو نمیبینم که حرف بزنم. به خاطر همین ماجرا تصمیم گرفتم که یه ویدیویی درست بکنم. نمیدونم ادامهش بدم ندم، چی کارش بکنم یا هر چیزی، ولی صرفا این ویدیو از تنهایی میاد و از اینکه کسی نیست که خیلی باهاش چیزی رو شیر بکنم، ولی خودم یه عالمه چیز رو فالو میکنم به صورت روزانه. یا خب خیلی دوست دارم راجع به چیزایی که فالو میکنم خب صحبت بکنم، ولی خب کسی نیست باهاش صحبت بکنم و خب چرا ویدیو پر نکنم. میتونم یه ویدیویی پر بکنم همینقدر فری استایل بدون هیچ برنامه‌ریزی خاصی، هر وقت دلم خواست یه ویدیویی پر بکنم و بیام بشینم و صحبت بکنم دیگه. چرا باید این کار نکنم؟ امروز اول یه ذره خودم بگم، شاید بد نباشه. من عرفانم، 32 سالمه. 2 ساله که از ایران اومدم بیرون و در حال حاضر توی ایتالیا دارم زندگی میکنم، توی یه بخش جالب از ایتالیا به اسم سیسیل که احتمالاً بشناسید، جنوب ایتالیا. و اینکه دانشجوام، درس میخونم، آخرای درسمه و دارم درسی که دارم میخونم اسمش هست مدیریت گردشگری و باورتون میشه که بخش دومش رو یادم رفت. Tourist Management and Relation of that with Hospitality Management. مدیریت گردشگری و ارتباط آن با توریست، یعنی ارتباط این دوتا با هم دیگه. و خب هاسپیتالیتی اینداستری یا صنعت هاسپیتالیتی مربوط میشه به رستوران، کافه، هتل و هر چیزی که قرار توش هاسپیتبل باشی، یعنی قرار توش این کار رو انجام بدی. 2 سال پیش اومدم اینجا و در حال حاضر هم کار هم میکنم توی یه رستوران. 2 سال دارم اونجا کار هم میکنم. ویتر بودم، بارتندر شدم، الان یه جورایی یه مسئولیت های ریزی هم دارم، ولی خب موقته دیگه. یعنی که بودن اونجا و درس کار کردن اونجا چیزیه که برام موقته. این شمایل کلی از وضعیت منه. چقدر سخته، یعنی وقتی داری ویدیو پر میکنی و خودت اونجا میبینی، ویدیو رو داری میبینی، یه ذره دیسترکت میشی، حواست به چجوری هم من الان چجوری هم، چون مثلا فکر کنم ساعت 11 ساعت 1:20 صبح من مثلا 2 ساعتی که خواب بیدار شدم، با هیچ کس صحبت نکردم، قیافم کاملا مشخصه دیگه، یه قیافه 2 ساعت از خواب بیدار شده است. یه ذره دیسترکت میشم اولین ویدیویی که دارم ضبط میکنم، مثلا نمیدونم شیرش بکنم یا شیرش نکنم یا هر چیز دیگه ای، ولی خب بامزه است دیگه. یعنی واسه خودم هم فرست ریاکشنه و واسه خودم هم همه چی جالب. این وضعیت کلی عرفان، اسمم گفتم اصلا من عرفانم. آره، این وضعیت کلی عرفان 32 ساله است
که مهاجر. داستان از این قراره که داشتم به این فکر می‌کردم که اگر یه موزیکم، چون من تقریبا همیشه، یعنی واقعا همیشه، یعنی اصلا اغراق نمی کنم اگه آدم های محدودی که منو میشناسنم بخوان نظر بدن خیلی موافقم با من که من تقریبا همیشه موزیک گوش میدم. و خب این خیلی موضوع جالبیه دیگه یه آدمی همیشه موزیک گوش بده. و خب به خاطر همین ماجرا موزیک چیزیه برای من که فضا رو از اون وضعیت نانسنسش در میاره. یعنی انگار منو میبره توی دایمنشنی که توی اون دایمنشنه راحت ترم. نمیدونم، بکگراند داشتن میوزیک چیزیه که خیلی همیشه به من پرسونالی کمک کرده و خیلی ازش استفاده کردم. یعنی یه جاهای مجبور بودم که این کار رو بکنم، از یه جایی به بعد هم عادته، یعنی واقعا عادتی که من واقعا همیشه دوست دارم موزیک گوش بدم دیگه. یعنی همیشه دوست دارم موزیک گوش بدم و وقتی که موزیک هست انگار اصلا فانکشن دارم. وقتی موزیک نیست یه جورایی فضا خیلی ورد و عجیب و یه مدلیه. من دارم سعی میکنم که موزیک رو پلی بکنم. ببخشید. اوکی. خب از این بر باید لپتاپم کانکت بکنم. باز هم ببخشید. این همش این، ولی خب بعدش احتمالا قول میدم که اتفاقای بهتری بیفته. آره من توی این موزیک برای من خیلی با ارزشیه. خیلی 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 سیاسممون با ارزشیه و چیزیه که همیشه تنهاییمو پر کرده و قرار بوده همیشه این کارو بکنه و بدون موزیک خیلی زندگی کردن برام ممکن نیست. من بدون موزیک خیلی آدم جالبی نیستم و احتیاج به موزیک دارم همیشه. چی پلی کنیم؟ من سبکای خیلی متفاوتی دنبال میکنم. یه سبک مشخصی اصلا وجود نداره که بخوام بگم اون سبکو دوست دارم. مثلا الان توی لایکت سانگزم چیزایی که میتونیم با هم دیگه بخوام بهتون بگم، مثلا آخرین آلبوم 21 ساویج که دوستا ترکش دوست داشتم. بعدش ترک لومینوس ایناودیه. بعد از این پایین تر ترک تهران از فداییه. لا 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 لا. بعد مک میلر. بعد آخرین ترکی که امروز اد کردم یه ترکی از ابی به اسم تپش که خیلی اصلا شاید اون ترکه بود یه ذره منو برد تو حال و فضای ایران و حرف زدن و یه ذره از جنس رقیق شدن و چیزای مدلی. شاید این ترک ابی بود. آره پلیش بکنم. چرا؟ موضوع چیه؟ پرفکت. خب آره ترک ابی برای پلی کردم. اول اینکه امیدوارم کار جالب بشه. الان نمیشه میگم بامزه است، خیلی جالبه دیگه. یعنی خیلی خودمونیه. حالا مثلا میتونم هر روز بیام یه موزیک، نمیدونم چی کارش میکنم، ولی به نظرم میتونه کار جالبی باشه. یه مقدار شاید صدای فکر میکنید بلند باشه اونقدر که شاید حرف زدنمو سخت بشنوین. شاید نمیدونم، ایده‌ای ندارم.
فکر نمی کنم. خب حالا من سعی میکنم زبان بلندتر حرف بزنم. این وضعیت کلی منه و تو ایتالیا. و خب حالا راجع به چیزهای مختلفی میخوام صحبت بکنم. به این راجع به چیزهایی که بهش فکر میکنم هر روز و با کسی صحبت نمیکنم اونجوری صحبت بکنم. اصلا حرفان فکت بیس نیست. دانش کافی راجع به حرف زدن همه چی ندارم. راجع به سه چیزا دارم، راجع به سه چیزا ندارم. صرفاً حرف زدنه و همین. آخرین ماجرایی که مثلا اتفاق افتاد و خیلی کم با کسی حرف زدم در این حالی که خیلی دوست داشتم راجبش با آدم‌ها حرف بزنم، ماجرای پنیک اتکی بود که برام اتفاق افتاد. که این پنیک اتک خیلی تأمل برانگیز، خیلی چیزی بود که ذهنمو درگیر کرد، خیلی چیزی بودش که سخت بود، یادآور یه سری چیزا بود و هر چیز دیگه ای. در راجع به این میخوام بیشتر راجع به این پنیک اتک سرچایی که کردم، با کسی راجعش حرف نزدم یا هر چیز دیگه ای. تو پرانتز یه چیزی باید بگم که من آدمیم که از لحاظ سایکولوژیکلی مشکلات زیادی دارم فکر میکنم، چون که زندگی ساده‌ای نداشتم. یعنی من 32 ساله مشکلات زیادی توی زندگیم داشتم و به اندازه کافی تو زندگیم تراماتایز شدم. حالا بیشتر و بیشتر لینکش میکنم به این، یعنی خیلی دوست ندارم الان بیام یه اوپن اپ کلی بکنم و بخوام راجع به خودم بگم و یا هر چیز دیگه ای. بیشتر و بیشتر هر جای احساس کنم دوست دارم راجبش حرف بزنم راجبش حرف میزنم. خب این اتفاقی که برای من افتاد، من پیش یکی از دوستان بودم، اسماعیل، تنها دوستی که اینجا دارم توی ایتالیا و توی شهرم. اسمش اسماعیله و از شیراز، بچه فوق‌العاده گل و ماهیه. خب دلیل دوستی من با این آدم به خاطر یه ماجرا بود و اون ماجرا اسمش این بود که ما جفتمون گل میکشیدیم. یعنی جالبی ماجرا، یعنی دلیل دوستی ما این بود، چون وقتی از ایران خارج میشی کامیونیتی های خارج از ایران یه مقدار شبیه کامیونیتی های داخل ایران نیستن و متفاوتن. یعنی سخت میتونی پیدا بکنی یه کسی که تو دوست داشته باشی باش وقت بگذرونی، تایم بگذرونی و معاشرت به معنی ساده کلمه معاشرت، که ساده نیست البته ولی خب معاشرت اتفاق نمی افتاد برام و فکر میکنم سخت اتفاق میافته وقتی از ایران خارج میشی. حالا بستگی به این داره که چجوری زندگی کردی، معاشرت داشتی یا نداشتی، یا حالا اصلا معاشرت چیه برای تو. معاشرت سخت برای من اتفاق میافتاد و به خاطر همین دلیل من با این آدم، به خاطر اینکه جفتمون گل میکشیدیم، اولین بار یه کانکشنی با هم دیگه پیدا کردیم. یادم عید نوروز پارسال بود یا هر چیزی، ما با هم دیگه دوستی شکل دادیم به خاطر گل کشیدن، چون که تنها کسی بودش که توی کامیونیتی اینجا مثلا گل هم میکشید و خب من اینجوری بودم که اوکی that's fine. یعنی حداقل یکی از فاکتورهایی که دوستی برای من تو ایران شکل میگرفت، حالا اینجا می کسی هستش خب بالاخره خب حتما آدمیه که جالبه باش معاشرت کردن، حداقل یه نقطه اشتراک داریم دیگه، یعنی حداقل یکی دو تا نقطه اشتراک داریم. اولش گل کشیدنه بود، در ذره دیپتر شدم دیدم مثلا خب
سریال دیدن است، ما جفتمون سریال میبینیم، سریال‌های جالبی میبینیم، فیلم دیدن است، اینا هابیاییه که حالا حتما بعداً راجبش شاید خیلی صحبت بکنم. به خاطر همین ماجرات ما با هم دیگه دوستی شکل دادیم و بیشتر همدیگه رو دیدیم و حالا راجب این دوستی اتفاقات، چیزای بامزه‌اش، چیزای بی‌مزه‌اش یا هر چیز دیگه‌ای حتما بیشتر صحبت خواهم کرد. ولی ما این آدم‌ها رو این طرف رو زیاد دیدیم و بیشتر با هم دیگه معاشرت کردیم. حالا من راجب یه اتفاق خاصش می‌خوام صحبت کنم، ببخشید. حالا بیشتر با کاراکتر من آشنا میشیم. من آدمیم که خیلی پر و بال میدم به همه چی. بعضی وقتا یادم میره اصلا راجبش هم صحبت میکنم، باید یه مکسی بکنم، بیشتر فکر کنم که خب چی بود که راجبش داشتم صحبت میکردم، اصلا چه ماجرایی بود یا هر چیز دیگه ای. به خاطر همین ماجرات منو ببخشید. ما آدم رو دیدیم و باش بیشتر معاشرت کردیم. رو شافل باشه هرچی اومد بیاد دیگه. تا آخرین باری که حالا ما به اون اتفاقی که میخوام تعریف بکنم برسید و ما یه روزی با هم دیگه رسیدیم. روز تعطیل من بود و خب من تایم زیادی سر کارم معمولا. روز تعطیل من بود و ما خیلی گل کشیدیم و یک جایی یک اتفاق عجیبی برای من افتاد. یعنی من این آدم اسی رو وقتی میبینم خیلی راجع به همه چی با هم دیگه حرف میزنی و این آدم فن موسیقی هیپ هاپه، خیلی راجع به موسیقی هیپ هاپ حرف میزنیم با هم دیگه. موزیک رو دوست ندارم ولی موزیک رو خیلی دوست دارم. این آدم فن موسیقی هیپ هاپه و خب ما خیلی با هم دیگه راجع به همه چی صحبت میکنیم. به خاطر همین ماجرا با هم دیگه بیشتر صحبت کردیم و خب خیلی های راجع به موسیقی رپ. همیشه برام یه عالمه موسیقی میذاره، همیشه برام یک عالمه ترک پلی میکنه از موزیکای هیپ هاپی که گوش میده، از جریانات و اتفاقاتش میگه، من فالو میکنم. میشینیم مثلا لیریکسای موزیک فدایی رو مثلا ما هم دیگه گوش میدیم، اطلاعاتی که داره بهم میگه، ویدیو کلیپاشو میبینیم و حالا موسیقی هیپ هاپ یا هر چیزی. ما از یه سریالی هم با هم دیگه شروع کرده بودیم دیدن به اسم سریال ایرانی، اتفاقا دفترچه یادداشت، که ما شروع کردیم دیدن این سریال و یه جای سریال اسی اشاره‌ای کرد به یه انگشت قطع شده یه کاراکتری که توی این سریال هست و اینکه یه ربطش به اون ماجرا و به اون داستان. من اصلا متوجه این ماجرا نشده بودم که انگشت قطع شده ربطش، چون من خیلی همیشه وقتی فیلم و سریال دنبال میکنم خیلی سخت میتونم فوکس بمونم و فوکس موندن برام کار راحتی نیست. یعنی من یه سریال یا فیلم دارم میبینم و یهو پرش ذهنی دارم و به چیز دیگه همزمان دارم فکر میکنم و در اصل متوجه اتفاقات سریال نمیشم چون ذهنی جای دیگه دارم فکر میکنم. و خب خیلی هایی بودیم و این ماجرا رو گفت و من گفتم باشه، اصلا یادم نبود این قطع شدن انگشت کجا یا هر چیزی. و خب سریال پیچیده‌ای نیستش که یعنی تو داری یه فیلم مثلا پیچیده از مثلا برگمن که دنبال نمی‌کنی که حالا مثلا یه اتفاق متافوریک شده متوجه نشده باشی. یه ماجرای ساده است و خب تو این اصلا نفهمیدی. من یه ضربه اینجوری بهم خورد که شیت اصلا من چرا متوجه نشدم. و خب اسی راجبش توضیح داد که این و یه ذره واسهش مثلا حس کردم که تو چهرهش واسهش عجیبه که خب مثلا کسخل مثلا بعد داریم میبینیم مثلا سریال یا داریم نمیبینیم. اگه این سیگار ما روشن شه. و حالا سریال تموم شد، بعدش یه چند تا موزیک گوش کردیم، بعدش یه ترک از فدایی گذاشت. ترک اسمش بود
کولی. من خیلی ترک کولی فدایی رو الان دوست دارم. خب فدایی تکستش همیشه پر از دیتیل دیگه، یعنی پر از دیتیل، پر از معنی، پر از ارجاعات، پر از چیزهای از این قبیل و به خاطر همین ماجرات اینو انگار واسه من گذاشت و من خب بعد هم خیلی وقت این کارو میکنه و لیریکسش هم همزمان داد که بخونم و من همزمان که داشتم لیریکس اینو میخوندم متوجه شدم که من نمیفهمم که چه اتفاقی داره میافته و متوجه نمیشم که داره چی میگه فدایی. جوری این احساس در من اتفاق افتاد که من احساس کردم اصلا کلمه رو دارم میبینم، معنی توی ذهنم شکل نمیگیره که اون کلمه معنیش چیه. چجوری بیشتر ازش توضیح بدم؟ فدایی برای مثال پریشون، تعریفش توی ذهنم شکل نمیگیره که پریشون، و من متوجه نمیشم که پریشون به چه معنیه. انقدر راحت معنی از این ماجرا توی ذهنم شکل نمیگیره و یه بدفاز شدم، کامل بدفاز شدم و عجیب بود واسم که یعنی چی؟ من نمیفهمم و تپش قلب گرفتم و یه مقداری unstable شدم. اسی متوجه ماجرا شد و گفتش که واسه اصلا من چه کار اشتباهی دارم میکنم که دارم واسه تو یه ترکی مثلا مثل ترک فدایی، وقتی الان انقدر هایی دارم یه ترک مثلا ترک فدایی برای تو میذارم، برایش لیریکسش هم دادم دستت و اینجوریه که خب باید بفهمی دیگه، لیریکسشو داری میخونی، داری میشنوی، چرا نمیفهمی؟ در حالی که نرماله، شاید نفهمی. خب این یه عالمه ارجاعات داره، یه عالمه بحثا داره، باید بخونیم راجبش، بلا 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 بلا، بیا بریم بیرون اصلا فلان بیسار یا هر چیزی. من گفتم اوکی، رفتیم بیرون و من خب بدفاز شده بودم. من واقعا احساس کردم که من چرا متوجه نمیشم و کاملا ذهن من سیاه شد، سیاه و واقعا احساس کردم که هیچی متوجه نمیشم و قوه درکم رو از دست دادم completely. اسی شروع کرد از چیزهای خیلی پیش پا افتاده صحبت کردم، مثل اینکه مثلا نگاه کن اون دوتا رو ببین، اون ستا رو ببین، بریم غذا بخوریم، موضوعات ساده. و من هی بیشتر حالم بد میشد چون که متوجه میشدم که این داره راجع به موضوعات ساده صحبت میکنه که من بفهمم چه خبره. و من اینجوری شدم که نکنه من اصلا نمیفهمم، شاید من هیچ وقت نفهمیدم. اینجاش خیلی عجیبه که من فکر کردم شاید من هیچ وقت نمیفهمیدم، شاید من همیشه همین جوری بودم، شاید از کودکی من نمیفهمیدم و الان برای اولین بار بعد از 32 سال به یه دلیلی متوجه شدم که نمیفهمم و اسی منو متوجه این ماجرا کرد که تو نمیفهمی و خیلی اتفاق عجیبی بود چون که من به هر چیزی فکر میکردم فقط داونسایدش، بعد چیزهای تاریک میامد تو ذهنم. مثلا یاد یه حرف دوستم میافتادم که بهم گفته بودش که چرا نمیفهمی این ماجرا رو تو، یا یاد یه سری اتفاقات در کودکی میافتادم که مبنی بر نفهمیدن بود و واقعا لیترالی احساس کردم که دارم دیوونه میشم و دارم میمیرم و دارم واقعا یه آدم منگولیم که هیچ موقع چی نفهمیدم و that's it و تو منگولی. مثلا یادم افتاد که من دو شخص سواری بلد نیستم، و اینجوری بودم که دو شخص سواری بلد نیستی. خب این یه دلیل دیگه برای اینه که تو نمیفهمیدی هیچ وقت در دوران بچگیت و کودکیت و هی ماجرا و هی اتفاقاتی از این جنس یادم میاد و هی قصه پیچیده تر میشد و هی ماجرا بیشتر پیچیده میشد
باعثی رفتیم غذا خوردیم، من همینجور حالم بد بود، به ماجرات این مدلی فکر میکردم. باعثی رفتیم جلاتو خوردیم، باز همینجوری بود شرایط، تا از هم جدا شدیم و همینجور بود شرایط، تا من اومدم خونه و همینجور بود شرایط و تا فرداش که من دوباره برگشتم به زندگی و متوجه شدم که او چه اتفاقی داره میفته. حالا این یه پنیک اتکیه که اتفاق افتاده، هیچ اتفاقاتی از اینجا دارم. پنیک اتک بازم دارم، با مزه هست. مثلا یه پنیک اتک خیلی هیجان انگیز دارم توی آمستردام که حالا بعداً شاید راجعش صحبت بکنم، نمیدونم. خیلی جالب بود این پنیک اتک، ولی خب حالا به هر حال من میخوام دلیل و ماجرا رو ببینم. حالا وقتی که سوبر بودم و بازم فیلم دیدم و میدونستم که این مشکل رو من دارم که آقا نمیتونم فالو بکنم، یه مقدار بیشتر روش حساس شدم و خب راجبش قبلا هم خونده بودم، میدونستم همچین مشکلی هست، ولی انگار میسش کرده بودم و اصلا دیگه یادم رفته بود و اصلا دیگه نمیدونستم چه خبره یا هر چیز دیگه، اصلا بهش پرداخته نشده بود چون همش درگیر کار و زندگی و درس و اینا بودم، اصلا بهش فکر نکرده بودم. و دوباره وقتی فیلم دیدم متوجه این پریش ذهنی شدم و دوباره کلا انگار اویر شدم راجع به این ماجرا که آقا تو این مشکل رو داشتی و هنوزم داری. و خب من به دیتیل نمیتونم توجه بکنم، معمولا فرم یه چیزی تو ذهنم میمونه و دیتیل خیلی تو ذهنم نمیمونه. مثلا من تو به خاطر سپردن اسما فاجعه، یعنی اصلا نمیتونه اسم یادم بمونه، فیلم اصلا یادم نمیمونه، خیلی چیزها یادم نمیمونه، خیلی چیزهایی که به سنتیمنت و به احساسات من ربط داشته باشه تو ذهنم میمونه. یعنی من درک و فهم احساسی دارم، یعنی من خاطره احساسی دارم، یعنی اگر جایی تاچ شده باشه احساساتم یادم میمونه، اگر نه خیلی درگیره. یعنی اگه من نسبت به چیزی ایموشنالی درگیر نبوده باشم احتمال اصلا یادم نمونه. ایموشنالی درگیر بودن میدونی یعنی چی؟ یعنی ناراحت شدن، خوشحال شدن، کیورس شدن، هیجان زده شدن یا لا لا بلا بلا بلا. و خب دوباره سرچی کردم، میدونستم و رسیدم به چیزی به اسم ADHD. خیلی همون میدونیم راجبش، خیلی همون نمیدونیم راجبش. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. و این مشکلی که من دارم بیشتر راجبش صحبت میخوام بکنم بعدها، شاید بعدا دوباره یه چیزی پر بکنم راجب ADHD صحبت بکنم، شاید، چون دیشب راجبش خیلی خوندم. سری بعد شاید مثلا، یعنی دلیلی برای برنامه بعدی احتمالاً شاید باز بکنم سایت رو برم راجع به ADHD بخونم، ذره با هم دیگه شیرش بکنیم و چیزای مدلی فکر میکنم. و میخوام اپیزودام هم 30 دقیقه‌ای باشه. میخوام همه ایناش دلیل برنامه‌ای نداشتم ولی الان شدم میبینم 28 دقیقه و 26 ثانیه است و دارم سعی میکنم تمامش بکنم. میخوام همیشه 30 دقیقه موک باشه برنامه، حتما برای 30 دقیقه تموم بشه و شروع. همین. مرسی. یه دقیقه فدایی گوش میدیم، بعدش هم تموم. El